جهت مشاهده ویدئوهای بعدی جام تخت جمشید را سابسکرایب نمایید. تمام زندگی فکر میکنم یه دستی هست که منو کمک میکنه. واقعا اینا هر جا رو همه رو بیرون کرد. گفت من یه بازیکن میخوام که 30 تا بازی برای من بازی کنه. با کی بازی کنی؟ اینطوری میکرد. گفت حالا تیممون خوب شد. یعنی من تنها عکسی رو که تو خونم دارم و ورزشم اونه. یعنی برام افتخاره که من تو تیمی قرار گرفتم که تو این تیم قرار گرفتن سخت. نزدیک خطه روی دروازه خطر و گل! هادی نراقی گل تاج به وسیله هادی نراقی روی پاس مصدومی بر اثر اشتباه. در بخش سوم گفتگو با هادی نراقی عزیز، استاد از تصمیم تاریخی مستر رایکوف کنار نهادن 5 ستاره شاخص تاج میگوید و درس بزرگی که او نیم قرن پیش به فوتبال ما داد که هیچ ستاره‌ای بزرگتر از مصلحت باشگاه نیست و چگونه تاج بزرگ اما کم انگیزه جام سوم به یک بار جوان شد و در جام‌های 4 و 5 به نتایجی خیره کننده دست یافت. مثلث طلایی روشن و نراقی و مجدهی را به ویژه در نبرد داغ و حیثیتی مقابل شهباز هیچ کس فراموش نخواهد کرد. جناب نراقی، به شهادت مطبوعات ورزشی دهه 50 شما از بهترین شاگردان مستر رایکوف بودین، مربی که به جوانگرایی و میدون دادن به جوانها شهره بود. امروز با گذشت نیم قرن جنبه های شخصیتی رایکوف رو چگونه برامون ارزیابی میکنید؟ رایکوف فوق‌العاده باهوش بود چون خودش فوتبالیست بود. یکی فوتبالیسته، یه فوتبالیست نمیتونه هوش نداشته باشه، باهوشه. رایکوف هم باهوش بود تو این کار و عاشق کارش بود. یکی از چیزهایی که رایکوف داشت عاشق کارش بود. فکر میذاش، نیرو میذاش، وقت میذاش، خلاقیت داشت، کار میکرد، زمان داشت با عشق و علاقه. یعنی رایکوف برای پول کار نمیکرد، رایکوف عشقش کار میکرد، با تمام دانشش رو سعی میکرد به بازیکن. فقط رایکوف عاشق بازیکنی بود که علاقه‌مند باشه. یه سری بازیکن‌ها اون علاقه لازم رو نداره. ببینید ما الان یه بازیکنایی داشتیم تو همین تیم تاج که الان اسم بیارم، یعنی اینا رو میشه باشگاه بگی برین ما نمیخوایمتون. رایکوف یه سال اومد گفت خدا بیامرز آقای حجازی من شما رو دیگه نمیخوام، آقای غلام حسین مطلوبی من شما رو نمیخوام، آقای عادل خانی من شما رو نمیخوام، آقای نصرالله عبداللهی من شما رو نمیخوام. ناصر اینا رو گفت بریم، میخواست که اینا برن. من میگفت بعدا میخواست که اینا برن، گفت ناصر گفت که شهباز خب ما 60 تومن میده، میدونست. گفت نه 65 تومن میده، شما برین اونجا خونه بخرید منم خوشحال. من یه بازیکن میخوام که 30 تا بازی برای من بازی کنه. ما بازی داریم آبادان کلیت درد میکنه، بازی داریم با شیراز سرت درد میکنه، بازی داریم یه بازی میاد جلو پرسپولیس میخوای بازی کنی هو عادل خانی هو یه سال نونشو بخوریم، به درد من نمیخوره. یادتون اینا رفتن شاهین همه باشگاه گفت نمیخوام من شما رو. اینا بلندش در وزارت میگفتن رفتم من به رایکوف بودم مثلا با کی بازی کنیم؟ اینطوری میکرد. گفت حالا تیممون خوب شد.
این عینه. نگفت که اینا نگفتن اینقدر بدیم اونا بگن نمیدیم ما اونجا میدیم. بعد گفتن نمیخوام میدیم. رایکوف این قدرت رو داشت که من نمیخوام. من با 4 تا جوان میرم بگم. اینا بیرون کرد. رسما بیرون کردن. نه اینا همه شاگردش بودن. اینا تموم شدن. اگه نظرمشون تماشاچی میگه آقا اینا تیم ملی هستن. بذارمشون هیچی نیستن. ولی براشون تفاوت نداره. با گذشت 6 ماه در مرداد ماه 1355 تاج جوان شده رایکوف مقابل شهباز پرستاره و 3 ستاره بزرگ سابقاً آبی زنده یادها ناصر حجازی و غلام حسین مظلومی و رضا عادلخانی سفارایی نمود و در کمال شگفتی به یک نتیجه خیره کننده دست یافت. در این بازی که 6 گل در پی داشت 4 گل سهم پسران آبی شد و هادی نراقی با ثبت 2 گل از بعد نتیجه گیری به تنهایی با کلیت ساختار هجومی شهباز برابری کرد. 2 گل دیگر را نیز حسن روشن و مسعود مژدهی به ثمر رساندند. این مسابقه که به واقع چیزی از یک میدان نبرد واقعی کم نداشت، بی تردید از به یاد ماندنی ترین بازی های تاریخ باشگاه تاج می باشد. بازیکنایی که گفتن دیگه نمیخوایم، بعد همون فصل بعدش شما 4-2 میبرید. بله. من اتفاقا 2 تا گل من زدم تو اون 4-2. 2 تا گل من زدم. 4 تاشون زدیم همون جوانو. بعد 40 تا میزدیم. بازی 4-2 رو برد. هادی هم خیلی خوب گوش راست کار میکرد. یعنی حتی تیم ملی هم این که عکساش هست، هادی خیلی خوب بود. آره دیگه، همین یعنی نتیجه این کار درست بودن تصمیمه درست بود دیگه. دقیقاً نتایجش بود. تیمم نمیدونم، حالا یادم شما تاریخ‌ها رو بهتر میدونید در اونجا تیم به چه صورت. ولی یه انتقادی هم بود که رایکوف اینقدر بازیکن میگیره که حتی اگر نمیتونه استفاده کنه دیگران استفاده نکنن. دقیقاً کار حرفه‌ای میکرد. شما موقعی که من تو تیم برق بازی میکردم، تاج با برق بازی کرد، یه فوروارد برق برای اینا خیلی خطرناک بود. هادی نراقی بود. اینو میگرفت. حالا هادی نراقی اگر وجود داشت تو این میومد بالا، تو این گروهی که گرفته، اون وجود خودش نبود، اون کار خودشو کرد، حرفه‌ای کارشو کرد. بله دقیقاً. حالا عکسی که شما گذاشتین الان چند تا فوروارد اصلا بازی بهشون نرسید تو تیم تاج. مهرداد زمانزاده، علی چی بود مال خوزستان بود. اینا همه اون اصلا بازی بهشون نرسید. آقای مظلومی حتی بله. اون زمان نرسید، بعدش که همه رفتن دیگه بعد اومد بازی کرد. بله کار سخت بود، خیلی کار سخت. این الان فقط تو همون تیمی که الان بازی یکیشه، غیر از حالا آقای روشن که حالا یه مقدار رایکوف خیلی باهاشون که اکثرا حالا آقای مژدهی، آقای عادلخانی سختی میتونستن. خیلی الان یه تیمی دیگه هست که ما عکسش هست اینجا، ندیدم عکسشو، من دارم، خیلی عکس قشنگی هم هست، یکی از عکسای قشنگ. یعنی من تنها عکسی رو که تو خونم دارم و ورزشم اونه، یعنی برام افتخاره.
که من تو تیمی قرار گرفتم که تو این تیم قرار گرفتن سخته. یعنی هیچ کدومه، یعنی من فقط دارم فیکس بازی میکنم تو تیم تاج، یعنی نه روشنه، نه مجدهیه، نه نمیدونم، اینا هیچ کدوم نیستن و همه اون گنده ها هستن، ناصر و اینا همه هستن و تو خیلی کاری هر بازیه کی میومد تو زمین معلوم نبود کی باشه. آقا یه عکس اینجا اومد، من یادتون باشه چیز میکنم راجبش یه توضیح بدم، زیباست. روشن یه نفر وسط شما وایساده، هم شما کت پوشیدی هم آقای روشن، یه نفر شما نشستین، این که وایساده پشت سرتون. دیدم الان یادم عکس رنگی زمینش هم قرمزه، آتولی هست انگار. ما یه چیزی داشتیم مثلا از اینجا ما میرفتیم قطر، باور میکنی یه روز از صبح تا شب من و روشن توی آتلیه بودیم، مردم دونه دونه میومدن عکس می‌گرفتن از صبح تا شب، شاید این از دو عکس ایرونیای موقعی اونجا بودن اصلا نمیدونی چه میگن ایرونیای موقعی. هر کی این تمرینا رو کرد جوون نمیتونه بازی کنه، هر کی نتونست بکنه اون پیر شده. آقا اومد تمرین کنیم، همه اینایی که گفتیم پیر شدن ساکاشون رو برداشتن رفتن دیگه نیومدن. در قسمت بعد به ویژگی‌های فنی و تکنیکی هادی نراقی عزیز خواهیم پرداخت. میتونه فوتبالیست بشه. هادی نراقی هم تا اونجایی که می‌خواست بشه یه دیره مخصوص خودش داشت که هیچ کس و همچنین استاد از تجربه شیرین گلزنی در شهرآورد بزرگ تهران خواهد گفت. جهت مشاهده قسمت‌های بعدی کانال جام تخت جمشید را مشترک شوید.